شهر سنت پتربورگ یکی از مکانهای کار و زندگی ده‌ها هزار مهاجر تاجیک است. سالانه از این شهر روسیه ده‌ها تابوت زادگان تاجیکستان که با سبب‌های مختلف به هلاکت رسیدند به وطن رسانده می‌شوند. تنها در ماه دکبر سال گذشته با مساعدت فوند خیریه که قهرمان ما عضو آن است، جسد 37 مهاجر به تاجیکستان فرستاده شده است. بله، در شهر سنت پتربورگ یک فوند کمک رساندن به مردم تاجیک، علل خصوص این فوند شده شده برای مردم تاجیک خدمات لگتواری تلفن میگن و وظیفه اساسی همین فوند از یک چیزه برای روان کردن مرگ و مرده‌های تاجیکای خدمات به وطن و یک سال میشه فعالیت میکنه. به نهایت صاحبکارای بزرگ در این فوند جمع شدگان و کمک‌های به نهایت بزرگ خودشون میرسونن. به یگان ویدیو به یگان به نوار گرفتن. ما برادر و خواهرایی که در شهر سنت پتربورگ جان میتین این دنیا رو ترک میکنن، ما جسدهای آنها رو به تاجیکستان روان میکنیم. طول یک سال این کار بود. نیافیسیال از سال 2011 برادرها تشکیل کرده بودن، ادامه داشت، ولی افیسیال فوند شدن در نزد کنسولگری شهر سنت پتربورگ فعالیت دارد و انشالله یگان مشکلی نمیشه برای روان کردن مرگ مرده‌های تاجیکای خدمات. خود شما هم سهم میگیرید در همین گونه کارها، در کارهای خیر؟ حتما خیلی انشالله به این نمیشه و حتما سهم داریم و اولین درجه کوشش میکنیم سهم خودمون رسانیم، برای اینکه انسان پیش از آنی که یک نفر توصیه میتیه باید خودش به همون گپ خودش به همون توصیه که خودش میته باید عمل کنه و ما نیز کوشش میکنیم سر اولین درجه سهم خودمون گذاریم، گاه آشکار و گاه پنهان سهمای خودمون میگذاریم. مهاجر ای غریبی از وطن دور، جدایی از وطن ناچار مجبور، دل و یادت همیشه با وطن بند، به چشم اهل دنیا هست منظور. غرورت را ندارد هیچ قارون، اگرچه از قضا هستی تو مزدور. زر یابی به میهن میفرستی، تو هستی نان به خانه خانه‌ات پر. مهاجر در حقیقت قهرمانی، به دوشت بار درد ماست معذور. رسد روز امیدت سبز گردد، شوی از نکهت هر غنچه مخمور. پس هر شب سحر حتما بیاید، مشو از جبر شام دور رنجور. رنجور نباشید، دل قوی دارید و آینده خود را بسازید. خدا نگهدار.